از سوی تحقیل ما همه شما رو خیر مقدم میدیم و خدای مقامات اجرا حکومت دولت شهر گفتر که نقشه روی تصمیم حکومت ولایت‌خان امروز نشست مطبوعاتی مقامات با نمایندگان حوزه اخبار عموم وابسته و جنبست فعالیت مقامات در مسابقه اول پیش می‌گیرده است. در طول این روزهای ما معاونان رئیس شهر راهبران بعضی از ساختارهای دوره مقامات اجرایی حضور دارند. همچنین کاتبی خدمت رئیس ولایت خدمات جان شاه هم کسب شما اشتراک دارند. امروز طبق تقدیم مقرر کرده ما در اختیار شما از سوال و پیشنهاد شما گوش می‌اندازیم و کوشش می‌کنیم که در وقت مقرر کرده و سوال‌های قانع کننده با شما جلسه را جمع است. رگلمنتی کاری را چکار پیش می‌آوریم. اگر ورقه اطلاعاتی در دست هر یک شما هست، اگر لازم شماره حساباتی شاید کنید و سوال جواب می‌دهید. خب تشکر می‌کنم. مرحبا. سلام علیکم رئیس محترم، جناب حسین گازت رئیس سر معاون سردبیر. من دو سوال داشتم. سوال یکمی من در مورد پرتو، مسئله پرتو در شهر گفتن. من مطمئنم که مثلا شما بیگانه نیست، چون که روزی نیست که در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعاتی در هفته نیست که همین مسئله برداشتن نشود. عموما مسئله پرتو، برآوردن پرتو و کارخانه کمونالی بسیار مشکل دارد به نظر من و من فکر شما چی باید کرد در این سمت؟ چگونه شهر گفتر رو باید گذراند؟ مسئله برآوردن پرتوهای سخت معیشی چگونه باید حل شود؟ یا سوال دومی من در مورد مثلا من نمیدونستم که تا به امروز شهر گفتر یک میدانچه عادی بازی کودکانه نداشت و تا جای همکاران خبر دادم البته در این مدت دو سه ماه اخیر 3 میدانچه بازی کودکان در شهر افتتاح یافت. این خیلی خوب است، ولی چرا یک قصر ورزشی ندارد گفتن؟ کلانترین شهر مرکز معمولی یک ولایت کلانترین جمهوری تاجیکستان یک قصر ورزشی ندارد. سلامت باشید. روز وضعیت کارخانه پرتوکشانی شهر گفتر رو نظر داشتید. بعضی آدم‌ها مبتلای‌های قرضی موردش است و طلبات جوابگو نیست. ناوابسته از این، از جمله مقامات اجرای حکومت دولتی در برابر کارخانه کمونالی شهر گفتر اقدام‌های نو ما را راه‌اندازی کرده‌ایم، یعنی که تکنیک‌ها و تجهیزات‌های کمونالی و دیگر ما تشکیل کرده هستیم. یعنی که ما امروز اپرات گفتیم که مسئله پرتوها حرکت تنظیم شما داشته است، یعنی که ما میتونیم را تنظیم کرده. خب همزمان با دستگیری مردم شریف شهر گفتر ما قریب همه روزا ما حشرها اعلام کرده هستیم. مسئله توزیع کردن تمام حدود شهر گفتر چی سرپدر از مرکز و محله ها. یعنی که این مسئله ما باوری داریم که با روزهای نزدیک حل خودش با خوبتر و بهتر می‌رود. با نظر داشتیم که چقدر که همه شاهد هستیم در نزد حکومت جمهوری کمیته نو تأسیس وابسته به برنامه کمونالی تأسیس یافت. قرار حکومت طرف قبول شد که سیاست جدید را پیش میبرد در این سمت کمونالی. ما باید داریم که با فعالیت شروع کردن کارخانه که خواجگی منزلی کمونالی و تابعیت این کمیته نو گذاشتن. فعالیت کارخانه کمونالی نه تنها شهر گفتر، تمام
جمهوری یعنی باز خودتر بهتر شد. خب مسئله ورزشگاه و مجموعه ورزشی در حقیقت با دستگیری دوستای محترم رئیس ولایت ختران امروز در شهر باختر علاقه لایحه 30 عدد چنین مجموعه ورزشی به تصویب رسیده است و قدرتچیان علاقه معین شدند و خوشبختانه ما علاقه 3 مجموعه ورزشی چی روزی کودکانه کردیم که مجموعه ورزشی یونیورسالی هم روزی کودکانه و هم مجموعه بازی فوتبال ما با استفاده دادیم و تصمیم گرفتیم که تا در علاقه جشن استفاده دولتی باز بیش از 7 مجموعه دیگر ما با استفاده دادیم در حدود شهر باختر. همزمان دفعه گذشته وقت نشست مطبوعاتی بود یک سوال و می‌آمد مسئله تالار ورزشی نزد قصری جوانان شهر باختر که در حالتی بمیرد و علاقه تالار ساختمانی در تالار ورزشی آغاز شده است و ما تصمیم گرفتیم در علاقه جشن استقلال یک تالار ورزشی معاصر جواب با طرفات بین‌المللی برای گذراندن چالش‌ها نه تنها مشق تمرین جوانان شهر باختر همزمان گذراندن چالش‌های ورزشی مسابقه‌های ورزشی در این تالار با نقشه گذاری هستیم ساختمان علاقه با مراحل است. همزمان ما تصمیم گرفتیم که با جمعی سرکران علاقه این مبنی رفته شده است در حدود شهر باختر با خرج بیش از 100 میلیون سومانی یعنی که 10 میلیون دلار. دومین اکادمی یوونتوس یعنی که مجموعه ورزشی را در شهر باختر ما بنیاد بجاگذاری برای انتخاب زمین رفته شده است و خدا خواهد که آخر سال ما مسئله زمین حل کنیم و سال آینده ساختمان آغاز می‌شود یعنی که یک تحفه بهترین برای ورزشگران شهر باختر نه تنها شهر باختر برای منطقه باختر و احتضان برای مجموعه است تمام نمود ورزش در اینجا کار گرفته شد. محترم رئیس از همه خوراکی که ساکنان زیاد استعمال میکنم فکر میکنم این آش پلاو است اما در مرکز ولایت ختران همین گونه مرکز آش تا حال فعالیت نمیکنه نیست در حالی که در ولایت سوخ در شهر دوشنبه علاقه این مرکزها فعالیت کرده است. آیا اقدام ندارید که در این دوره فعالیتان در ولایت یک مرکز آش تشکر امروز وارد سرکران و دستگیری محکومت اجرات ولایتی شهر دوشنبه که در شهر دوشنبه مرکز آش همه افراد مورد استفاده قرار داشته در شهر دوشنبه ما این اقدامات در نظر داریم. علاقه با بعض سرکران ما کاربری کرده شدیم. علاقه یک چند لایحه و محکومت اجرایی پیش شده است و ما با معین کردن مکان موافق برای بنیاد چنین یک مرکز با شمال بودیم ما تصمیم گرفتیم که ما ممکن که آزمون اعلام کنیم لایحه بهترین برای بنیاد منحنی مرکز آش پلاو در شهر باختر. این اقدام است این اقدام تشبس ما علاقه کاربری کردیم و نیاز داریم که با معین شدن اینجای موافق ما برسد. اساس که دانشمندان بنیاد مرکز است علاقه. من سر یک نواری در وای تماشا کردم در بورای سینگاپور یک تجربه خوبی را راه اندازی کردن که از همین چیزهای پرتاب‌های پلاستیکی یک محصولاتی آماده میکنن که برای صنعت راهسازی استفاده میشود. مثلا در شهر امروز وقتی اون است که چنین یک کارخانه‌های کارکرد پرتاب حداقل این یک کارخانه کارکرد همین محصول پرتاب‌های پلاستیکی آغاز شود. وابسته به تأسیس کارخانه کارکرد پلاستیک. شما درستی سوال درست دادین در حقیقت اگر ما این کار را نکنیم من این سوالی که خانم جمیله دادن تحلیلی که ما
داریم قریب 30 پولیس تا 40 پولیس پرتاب امروز از شهر باختر برآورده میشود. این از همون پوتی‌های پلاستیکی و بخلش‌ها و دیگر چیزها وابسته دارن. وابسته به این ما یک لایحه بنیاد کارخانه کارکرد پلاستیکی رو علاقه به انجام رسوندیم. تهیه کردن این لایحه مبلغی بیش از $1,000,000. لایحه آماده شده است. کارشناسان در حدود شهر کار کردن، قریب 1 ماه کار کردن تا معاینه کردن حجم همون پرده‌های پلاستیکی و دیگر و آغاز می‌کنیم کار کردن با تشکیلات‌های بین‌المللی و جدید سرمایه‌گذاری و صاحبکاران داخلی برای حدود چنین یک کارخانه. این در نقشه ما هست. ما این را حتما می‌کنیم، برای که اگر نکنیم ما از این مشکلات خریدی مسئول نمیشیم. توقعی مرکزی که در اون حدود شهر از شهر باختر است اظهار نگرانی کرده شد و مسئولین شهر شکایت کردند که تازه نگاه نمودند اینجا. در این سمت شما همچون شخص اول شهر چی تدبیر می‌اندیشه؟ سوال دوم وابسته به محله عمر خیام را بلد می‌کنند. در اونجا این سوال توی سال‌هاست که در رئیسان قبلی هم تکرار شد. متاسفانه کوشش نباید پیدا نشد مشکل مسافران را حل کنند. چون در اونجا آبی پس پرتاب شد یک سمتی خوب ندارد جاری شود. آنجا یک حوضی هست که از همون خاموشک نمیدونم مردم از موی رئیس خاموشک چیکار کنند. در این سمت شما چی کردید؟ ما با خودجی منزل کاملانی در این سمت کار کرده شدیم. همزمان ما کوشش کرده شدیم که یک کارخانه کارکرد پرتاب‌های سخت معیشتی را در حدود همون کارخانه موفق بودیم. وابسته با این ما کار کرده شدیم با مقصد جلب سرمایه‌گذاری. در تمام روی دنیا در تمام دولت‌های پیشرفته کارکرد پرتاب این در مد اول می‌ایستد. پیش از آنکه پرتاب را بسازیم اول باید فکر کارکرد رو رفتیم. برای که اگر ما مساحت عمومی پرتاب‌ها 18 هکتار مایع شدن، اگر ما 100 هکتار جلو کنیم و کارکرد نکنیم این معنی ندارد. ما کوشش می‌کنیم که وابسته به ترتیب درآوردن و در بنیاد کردن این کارخانه امروز روش عملکرد کرده است. فقط مبلغ‌گذاری لطفاً نکنید، جلب سرمایه لطفاً نکنید، جلب صاحبکاران. خب مسئله محله بالاتر محله عمر خیام منطقه همون بالاتر در حقیقت محله حالت شد بسیار ناگوار این رو بیشتر از این کار کردن نکرده. خیلی نام همون میدهیم و همون پیش چی بود. خیلی مردم رفتن در خانه کردن در آنجانه که فکری آینده شما نکردن. این تصاقرش من چندین بار دیدم کردم تصاقر که خیلی نکنم. یکی نوع وابسته این نقشه جنرال شهر باختر دستکشیده است. قرار اتماع خطی ما میخوایم نمیکنیم برای اول تشنگ ما فراهم آوردن شرایط روزایی برای مردم شهر باختر ما ایتمون شرامان رو نمونیش ما این تصاقرشون نمیکنیم شرایطشون نمیکنیم. در واقعی سنه در واقع باز بدهید همون قانون شهروندان هم مردم اونجا بسیار باید اونجا ترسن. در واقعی سنه همه در واقعی تو چی میکنه داره؟ نورخان امانتی در حقیقت مسئله آب نوشابی نه تنها در اون منطقه بالاتر بزرگ رفتن در حدود شهر و تنقصی باشه است برای که اهالی زیاد شده. خب اون اینفراستراکچوری که در شهر باختر هست اینفراستراکچوری سالهای آخران 70 نگرفتیم. 65 سال شما نظر داشتی 50,000 آدم باید مبادر کردن. امروز رسما 136,000 این رسما غیر رسمی قریب 100,000. هر روز اگر ما واردات
خروج اهالی مردمی دیگه در اطراف حساب کنیم قریب با 100,000 دیگه هر روز می‌داره می‌بره. ما تشکیلات خروجی خرید کار کرده سیم خدا خواهد تا آخر صبح سازشنامه نو برای برسد وابسته به آبرسانی شهر مختار می‌کنیم. همزمان پیش‌بینی شدنی است سال آینده مسئله کانالیزاسیون شهر مختار. حرکت مبلغات پیش‌بینی شدنی شنیدم. سازمان مبارزات رو معین شدنی هستند. کاربری در اسلام در سطح حکومت جمهوری و فرستاده است که چیزی مطلوبی گذاشتن پوسته در مورد دیسکوتوبا است که در بختر شهر میده است و مهمانان زیاد هم دارد اما دیسکوتوبای بودن که به حال زیان هستن از شهاب شدی که باید باشد گذاشته و جنرکلا اونجا زیاد شده بشن وزارت کار داخلی چند جنرک اونجا اشکال کرد و رسما خبر شد و پرکرار ولایت گفتن که یک تنظیم می شود اما این تنظیم چی معنی دارد؟ چون که باید هدف یک سه باشد که راه یک جنرک گرفته شود سوال دیگه در مورد این مهمانخانه معروف نزد بازار و متاسفانه با کارهای غیر اخلاقی دست داشتن زنها و خواهران ما که اینجا همین بازار غیر رسمی تمام‌فروشی را می‌بخشه تشکیل کردن و نمیشه که از این چی پیشگیری کنیم چون اینجا پیش بازار است همه می‌گذارد و وقتش این چیز وابسته واقعا موضوعی گردنده است سوپرمارکت‌ها بسیار می‌بینیم همون چیز تماشاگر در نشست قبلی ما اخبارات دادیم دیسکوتوبایی که امروز در شهر بختر هستند رسما می‌گیم و فعالیت همه او را قطع کرده که اخبارات مقامات زیادی در کل شهر هستند. تنظیم گفتم و چی را در نظر داریم یکم با طلبات‌های آن همون دیسکوتوب باید جوابگو باشد. دیسکوتوب در تمام دولت‌ها هست در تمام شهرها هست به این نمی‌شود به خاطری که ما اگر خواهیم که جلب سرمایه‌گذاری یا جلب سیاحان این چیز لازم است یکی باید طلباتی خود چه داشته باشد معیارهای خود چه داشته باشد نه اینکه اگر آشخانه و اگر کنجا ما دیسکوتوب دیگه تبدیل شد در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی با وابسته و این سمت با نظر داشت تجربه شهرهای دیگر یعنی که شهر دوشنبه شهر کوچان ما کمیسه تأسیس دادیم کمیسه که یک بار در اعضای کمیسه تمامی نمایندگان تمامی ساختارها هست ما یک بار از حالت از چیزی رو دیدن میکنم ما خلاصه میکنیم که ما اجازت میکنیم کار شدن میکنیم تا خلاصه کمیسه نباشد یاران بسیطه که ما نه اجازت میدیم نه رجه کاری میکنیم یاران میشه چند راز میشه؟ چند راز؟ 15 تا بود خریب که همش از کار مونده یعنی همچون طرفخانه یا که دیگر چیز فعالیت کنید خب مسئله پیشگیری آن هم حالتهایی که در گرد مهمانخانه سابق مهمانخانه قوانتیپه است این هم دستور میدیم مقامات زیوفو مقاماتی که در این سمت‌ها فرستند و اشما دوزدیم یک از سمت‌های فعالیت مقامات هم در سطح ایدئولوژی در نزد مقامات قریب 27 گروه کاری نمی‌خونه؟ 27 گروه کاری ایدئولوژی این زمان فعالیت کرده شدن چهار پروژه که همگان گروهستن طرف شبکه روستایی اخبار شبکه اجتماعی که حوزه این گروه کاری حتی با اصول خانه با خانه فعالیت کرده شدن کارهای فرماندهی زراعی شدن کوشش میکنیم که در این سمت پروانه رو جلوتر کنیم اگر سوال نباشد برای اشتکار هزار رحمت کوشش میکنیم که اول با باوری مردم بعد با باوری من شما صدا باشد حتی برای مدت